سلام، رضوی هستم، کارشناس آزمایشگاه شرکت عصر کیمیاگران کاوشگر. ما در 22مین نمایشگاه تأسیسات تهران هستیم. همطور که ملاحظه می‌کنین در کنار من سیکل گردش لیتیوم برومید و آب در دستگاه چیلر جذبی هستش. من برای شما عزیزان به اختصار این چرخه رو توضیح میدم. خدمت شما عرض شود که گرمای محیط به وسیله آب فنکوئل وارد قسمت اوابراتور چیلر جذبی میشه که ما توی این قسمت خلأ داریم. شرایط خلأ باعث میشه که وقتی که پمپ مبردمون که همون آب مقطر هستش توی این سیکل گردش پیدا میکنه و پاشش داره روی تیوب‌های آب فنکوئلمون، توی دمای 5-6 درجه تبخیر براش ایجاد بشه. خدمت شما عرض شود که وقتی که شرایط تبخیر ایجاد شد فشار قسمت بالایی افزایش پیدا میکنه. وقتی که فشار قسمت بالایی افزایش پیدا میکنه